حیوان زنده را یعنی با کیلو وزن کردن گرفتن، این هم در شریعت معنی هست. یعنی حیوان زنده را کیلو کشیده و خریده، این در شریعت معنی هست برادر عزیز. حیوان زنده را باید یعنی که از روی عدد، یعنی از روی دانش نرخ کرده بگیره انسان. مثلا گوسفند است، نرخش میکنه که 6000 یا 7000 یا 8000 یا 10000 میخری. کیلوی زنده، کیلو کشیده، چون که در درونی وی نجاست است. نجاست در شریعت ارزش نداره. نجاست غژدی در شریعت ارزش نداره. یعنی در درونی وی وقتی وزن میکنی چیزهایی هست که اونها در شریعت قیمت ندارن، ارزش ندارن. به همین خاطر حیوان زنده را، چی مرغ باشه، چی گوسفند باشه، چی بز باشه، چی گاو باشه، یعنی زنده ش وزن کرده و فروختن، این در شریعت معنی است. این فقها گفتن بیع فاسد است، یعنی سودای نادرست. به این خاطر این چیز هم در شریعت معنی است برادر عزیز بزرگوار من.